توجه میکنیم به نبرد دیگر. بکمرود آلتیبایف سفید پوش از ازبکستان، شریف جان نظریف پهلوان تاجیکستانی در مسابقه بین المللی بخشیده به نوروز جهانی در استروشن بوستانی برای به دست آوردن شاه جایزه هر دو وا خورده بودند که آنجا آلتیبایف بر مقابل پهلوان ما پیروزی به دست آورده بود. اما این نوبت در مرحله چهار یک نهایی با هم وا میخورند، از یکدیگر شناخت خوب هم دارند و ما توجه میکنیم که ادامه چگونه خواهد شد. با هم دیگر البته در گوشین های میدانی خیلی زیاد وا خوردند، شریف جان نظریف و بکمرود آلتیبایف. شریف جان نظریف از کمربند می‌دارد، جهت پرتاب کردن، ولی آلتیبایف هم تجربه بسیار هم والا دارد، از هر موقع میتواند که خوب استفاده کند. و تلاش شریف جان نظریف امتیاز بدن به او گذاری می شود. همین ضد حمله هایی که شریف جان نظریف دارد در بیشتری وقت برایش کمک میکند. در همین حالت امتیاز بدن مال شریف جان نظریف شد. این پیشرفتی پهلوانی ما را نشان میدهد، ولی گپ سر آن است که وقت خیلی زیاد است. دستگیری مخلصان را خیلی خوب احساس میکند شریف جان نظریف و انگیزه علاوگی هم میبخشد برای پهلوانی ما. بیشتر توجه شریف جان نظریف به سمت چپ است، از گریبان حریف داشته است و توجه را با اصولی بالا میکند. حلوک درونه باید تا با آخر استفاده میشد، حلوکی درونه، و داور هم اشاره میکند که گوشتین گرفت. توجه میکند شریف جان برای اجرای اصولی با سر کتف. و این حالت نشان داده می شود که باید تفتیش شود برای داشتن از پای با شریف جان نظریف. داور اشاره می کند که باید نورای تکراری را بیند و آگاهی باید داده شود. نه اینجا چیزی نیست که چیزی نیست. البته داور اشاره میکند که رقابت باید ادامه کند. آلتیبایف به خوبی میداند که حریف یک بدن دارد و فشار را بیشتر میکند، زیرا با این نتیجه نظریف میتواند که پیروزی به دست بیارد، ولی 2 دقیقه دیگر وقت است. این 2 دقیقه وقت زیاد است. آلتیبایف از بالا می‌دارد.
و داور هم رقابت را باز می‌دارد. و به خاطر کمکاری آگاهی و شریف جان نظریف امروز که حالا بیرون توجه از جانب نظریف، ولی به نتیجه امروز که مخلصان از صبح رقابت ها رو تماشا میکردن، در نصف روزی هوا کمی گرم شد، ولی عین حال بهترین هوا برای پهلوانان است. هوا بسیار هوای سلقین، هوای مساعد و تلاش برای راه یافتن به مرحله های نهایی. نظریف از بالا می‌دارد، اما پایزنی آلتیبایف رو ما می‌بینیم. از کمربند فشار نظریف بیشتر می‌گردد. خوب است همین حالت ها، زیرا هر قدری که فشار رو بیشتر کند نظریف میتواند که آلتیبایف عقب نشینی کند. نه، الکی در زمین کار کردن این خلاف قاعده های گشتینگیری است. آهستگی نزدیک می شود برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی. ثانیه‌های خیلی کم باقی موندن. باید همین پیشرفتی خود را نظریف نگاه دارد، اما آلتیبایف پیخست کرده است که باید هرچی باد و باد باید فشار آورد. تنبیه فکر میکنم که و پهلوانی ما داده می شود و نظریف و تکیه گذاشتن. اکنون تنبیه این مربی از ازبکستان است و با آلتیبایف توصیه می‌دهد. آلتیبایف اشتراکچی بازی‌های المپیک توکیو 2020 است. مقام پنجم را اشغال کرده بود و شریف جان نظریف در گشتینگیری البته تجربه خوبی دارد. با هر راهی که نباشد باید همین پیشرفتی خود را نظریف نگاه داشته تواند. اما فشار زیدی حمله داشت اینجا، بدن دویم را سایر می شود نظریف. این آن معنای آن را دارد که نظریف با آهستگی قدم به قدم و مرحله نیم نهایی نزدیک می شود. آلتیبایف میخواهد حریف را نزدیک کند، فشار میارد، اما شریف جان باید کم فعال نباشد، زیرا او تنبیه دارد. از روی گلیم هر دو بیرون میشوند. دیگر توکل میکند آلتیبایف. 3-2 امتیاز بدن با آلتیبایف و وقتم و انجام میرسد. اکنون شریف جان نظریف قصد ناکامی اش را گرفت، آن ناکامی که در استروشن داشت برای به دست آوردن شاه جایزه، و این نوبت آلتیبایف را ناکام میکند و مرحله نیم نهایی میرود. فکر میکنم آمادگی نظریف خیلی جدی تر بود. این نوبت به مسابقات با نفوذ و نوارهای تکراری هم حساب کرده می شود، بعدا باز پس گرفته می شود. در این بخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف. همین طور شریف جان نظریف اینجا دست بالا می گردد. مخلصان هم البته از جای بر می خیزند، با شور و شوق از این غلبه استقبال می کنند.
نهایی وزنی به اضافه 95 کیلوگرم با یک تکی سفید قهرمانی جهان در رشته کشتیگیری در سال 2024